به نام خدا. رحمت خدایی فرود آمد، زمین از زیر کعبه هموار شد و زندگی روی آن میسر شد. خداوند فرشتگان را از خلقت آدم با خبر ساخت. قبل از تماشای این ویدیو چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را بزنید و برای حمایت از ما فقط کافی است که این ویدیو را لایک کنید. بعد از جدایی آسمان ها و زمین و جدایی خورشید از زمین و دور شدن سیارات از ستارگان و آنگاه که دود و گاز همه جا را فرا گرفته بود، روی زمین پر از آب شد. خداوند بادها را امر کرد تا جلوی پیشروی آبها را بگیرد. سپس در یک شب دهو الارض، یعنی روز 25 ذوالقعده نام گرفت. رحمت خدایی فرود آمد، زمین از زیر کعبه هموار شد و زندگی روی آن میسر شد. خداوند فرشتگان را از خلقت آدم با خبر ساخت. آنها گفتند: آیا در زمین کسی را می آفرینی که فساد کند و در آن خون ریزی کند؟ و در حالی که ما تسبیح می گوییم و به حمد و تقدیس تو مشغولیم. خداوند فرمود: درست است آنچه را که من می دانم شما نمی دانید. بعد از آن صورت آدمی را از گل مصور کرد و در آن روح دمید. آدم علیه السلام از جای خود بلند شد و عطسه زد، گفت: الحمدلله رب العالمین. و الهام خداوندی همه نامهای مخلوقات را از اول تا آخر آموخت. سپس آنها را به فرشتگان عرض کرد و فرمود: اگر راست میگوید از نامهای اینها به من خبر دهید. فرشتگان گفتند: پاکی است تو را ای خداوند، ما جز آنچه که تو به ما آموخته ای نمیدانیم و تو دانایی و حکیمی. خداوند به آدم گفت: آنها را از نامهایشان آگاه کن. هنگامی که آنها را آگاه کرد، خداوند به فرشتگان خطاب فرمود: آیا به شما نگفتم که من اسرار آسمان ها و زمین را می دانم و همچنین چیزی را که شما آشکار می کنید و پنهان می کنید آگاهم. سپس به فرشتگان دستور داد که از روی تعظیم نه از روی عبادت به آدم سجده کنند. همه سجده کردند جز ابلیس که از آتش بود، نه از جنس فرشتگان و نه از جنس آدم علیه السلام بود. ابلیس در اینجا از امر خداوند اعراض کرد. خداوند از او پرسید: چرا سجده نکردیم مگر ندانستی که او آفریده دست من و قدرت من بود؟ ابلیس که خود را برتر می دانست گفت: من بهتر از او بودم. من از آتش آفریده شدم در صورتی که او از گل آفریده شده. خداوند نیز به سبب این سرپیچی او را لعنت کرد و فرمود: از اینجا خارج شو، تو از درگاه ما رانده شده ای و تا روز قیامت مشمول لعنت ما هستی. شیطان دست از لجاجت خود بر نداشت و از خدا مهلت خواست. خداوند نیز خواهش او را پذیرفت و او را تا قیامت مهلت داد. شیطان دوباره گفت: به عزت سوگند که همه را از راه راست به راه غلط در میبرم مگر بندگان مخلص تو را. خداوند او را رانده و گفت: جهنم را از تو و از هر کسی که از تو پیروی میکنند پر میکنم. و خداوند ابلیس را در آرزوهای طولانی اش رها کرد و به ابلیس گفت: بلغزان هر کسی را که توانستی به آوای خود و به سوی گناه بکشان و با سواران و پیادگانت به آنان بانگ بزن تا آلوده گناه گردند و در اموال و فرزندانشان شریک شو و به آنان وعده های واهی بوده و وعده نمی دهد شیطان جز فریب. خداوند فرمود: اما این را بدان بر بندگان برگزیده ام نمی توانی تسلط یابی، چرا که دلهایشان به سوی تو نیست و به خواسته های تو گوش نمی دهند. بعد از این خداوند آدم را به تنهایی به بهشت فرستاد و از باقی گل آدم حوا را آفرید و به آن دو وحی کرد که در این بهشت ساکن شوید و از نعمتهای گوارای آن بخورید، اما نزدیک این درخت یا گندم نشوید که از جمله ستمگاران خواهد شد. و این را هم متذکر شد که شیطان دشمن تو و همسر تو می باشد. مبادا فریب او را بخورید. شیطان که از رحمت خدا دور شده بود و مقام و منزلت آدم حسرت می کرد، شیطان باز هم از فرصت استفاده کرد تا درخت ممنوعه را به یاد آن دو آورد. آدم و حوا که از نعمتهای بهشتی بهره‌مند بودند و از سایه ها و گلهای درختان لذت می بردند، در کنار نهرهای آب و باغهای بهشتی زندگی خوشی داشتند و تمام اوقاتشان بهار بود و خزان و گرما نداشتند. شیطان با آنها نزدیک شد و گفت: آیا می دانید پروردگار شما چرا از این درخت شما را منع کرد؟ اگر شما از این درخت ارتزاق کنید فرشته می شوید و به علم پادشاهی دست می یابید و یا هم از زندگی جاودانه بهره‌مند می گردید. پس اگر می خواهید از جمله فرشتگان شوید
و می خواهید که جاودانه اینجا بمانید از این درخت بخورید. و همچنین برای اینکه اعتماد آنها را جلب کند قسم یاد کرد که من جز خیرخواهی قصد دیگری ندارم تا اینکه آنها از این درخت خوردند و به همین سبب سفارش خداوند را سرپیچی کردند. خداوند به همین سبب بهشت را بر آنها تحریم کرد. پس از آن که آدم و حوا از آن درخت خوردند، عورت آنها پدیدار شد، به حجاب شدند و خواستند که از برگ درختان خود را بپوشانند. و همچنین آدم و حوا از کار خویش پشیمان شدند و به دربار خداوند رجوع کردند و عرض کردند که اگر گناهمان را نبخشی و به ما رحم نکنی از جمله تاوانیان خواهیم بود. سپس خداوند به آنها امر کرد که از بهشت خارج شوید. بعضی شما بر بعضی دیگر دشمن هستید و شما در زمین پایدار و ماندگار و بهره‌مندید تا قیامت. سپس به حوا خطاب شد که به سرانده برو تا نسل تو در عالم پراکنده شود. او هم به آن جانب رفت و روز جبریل آمد و به آدم 7 باره آهن را داد و به آدم آهنگری را آموخت. و یک روز آدم علیه السلام به آتش محتاج بود. خطاب آمد که سنگ را بردار و بر آهن بزن تا از آن آتش بیرون آید و همچنین برایش کار در مزرعه و کشت زرع را آموخت. تشکر از همراهیتان. اگر از این ویدیو خوشتان آمده باشه روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و این را با دوستانتان شریک سازید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.